این نصیحت بسیار نصیحتی مهمی است که به آینده اخروی تو مربوط است. هنگامی که در روبروی خداوند ذوالجلال قرار میگیری در روز قیامت، چگونه ای که میدانید ما در زمان تکنولوژی و سرعت قرار داریم. تمام معلومات در یک ثانیه به تمام عالم پهن می شود. از این سبب با این تجهیزاتی که در اختیار داریم، با آن از یک طرف می توان چیزهای فساد روان کرد و از طرف دیگر می توانیم با آنها خیر و موعظه های پندآموز روان کنیم که این یک فرصت تجاری بزرگ است که نتیجه آن را تنها انسان موفق که خداوند به او نیکی خواسته باشد درک می کند. آنه که این تکنولوژی را یک فرصت برای پهن کردن موادهای خیر استفاده می کند و آن هم در این زمان فتنه. این انسان بسیار شخصی دانا، با حکمت و تاجری موفقی است. شاید با یک رساله که روان می کنی از طریق واتساپ مثلا و خداوند آن را بین مردم قبول می گرداند و این رساله در همه جا پهن می شود. شاید این رساله مقام تو را تا علیین برد و پاداش و اجر فراوانی در نامه اعمالت نویسند که در فکر تو نمی گذرد. اینجا گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم راست می آید که گفت: مرد سخنی می گوید که در آن رضاگی خدا باشد، با سبب آن تا علیین برداشته می شود، و مرد سخنی می گوید که در آن غضب خداوند است، 70 سال راه به سبب آن سخنش در دوزخ می رود. از اینجا من به شما نصیحتی می کنم که این فرصت ها را غنیمت شمارید. ما در زمانی قرار داریم که همه چیز در شتاب است. هرگاه کدام رساله در تلفنت آمد و در آن خیری است، موعظه یا یادداشت و یا هر چیزی که مردم را به راه راست هدایت می کند، نیتت را خالص بکن و آن را به خاطر الله پهن بکن. و در عکس حال هرگاه رساله آمد که در آن شر است یا فتنه یا غیبت یا سخنچینی یا آشکار کردن گناه کسی است، آگاه باش و حذر کن. زیرا اگر تو آن را به دوستت روان کنی به خاطر که او بخندد یا خوشحال شود و آن دوستت به دیگران روان میکند و به هر کسی که این رساله میرسد در ترازوی گناه تو نوشته می شود. تصور کن که این رساله در عالم اسلام چرخ میزند. میلیون ها میلیون گناه در نامه اعمالت نوشته می شود. چرا به خاطر یک لحظه شادی آینده ات را نابود می سازی؟ چرا بار سنگینی گناه دیگران را بر دوش می گیری؟ به خدا سوگند که هیچ کس این را نمی خواهد. هر کس می خواهد آینده خوب و درخشانی داشته باشد. پس بکوش تا کشاینده کار خیر باشی و پوشنده کار فحش. این قاعده را دستوری برای زندگیت قرار بده. به خاطر شادی و خرسندی دوستانت خود را به غضب خداوند گرفتار مکن. آن را به دوستت روان نکن اگر چندی که بسیار خنده آور هم باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید: هر کی با کاری که در آن غضب خداوند است مردم را با آن راضی میکناند، خداوند بر او غضب میکند و او را بر غضب مردم گرفتار میکند. هرگاه ملک الموت آمد و وقتی جان دادن رسید، به خدا سوگند که این دوستت به تو کمکی کرده نمیتواند. آن گروه آدمانی که در واتساپ یا دیگر شبکه ها هستند به تو کمک کرده نمیتوانند. تنهایی به نزد خدا میروی، تنها. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر که همسنگ یک ذره عملی نیک کرده باشد آن را میبیند و هر که همسنگ یک ذره عملی بد کرده باشد آن را میبیند. هر ذره از عملهایت حساب و کتاب دارد، یا به فایده توست یا بر ضرر تو. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ای وای بر ما، این چی نامه است که هیچ گناه خرد و بزرگ را نمیگذارد مگر اینکه آن را فرا گرفته است و هر چی کرده بودند حاضر بیابند و پروردگاری تو بر هیچ کس ستم نکند. مصیبتی از همه بزرگ آن است که این رساله یا این ویدیو حتی پس از مرگ تو هم باقی میماند و تو در قبرت خوابی و این رساله در استفاده مردم است و همه آنانی که آن را تماشا میکنند گناهشان در نامه اعمالت نوشته می شود. برعکس حال رساله خیری یا ویدیوهای خیری که به مردم فرستاده ای و آن مورد استفاده است تا روز قیامت میماند. تو در قبر خوابی و هر کی آن را استفاده می کند و به او تأثیر می رساند و حالش را عوض می کند و به سبب آن مرد صالح می شود، ثواب آن به تو نیز نوشته می شود. و روز قیامت تو کوه از حسنات و عملها را می بینی که نمی دانی این همه از کجا آمده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم می گوید: دلالت کننده به کار خیر و ثواب است مثل ثواب عمل کننده. و این چنین می گوید: هر کی یکی را به کار خیر راهنمایی کرد برایش ثواب عملهای کرده او را می نویسند.
برادران و خواهران عزیز، بیایید تا فتنه ها و عمل های شر را از تلفن ها دور بیاندازیم، تا اینکه این تلفن ها سپری برای امت اسلامی از تمام بدی ها باشد، تا ما از جمله دوستان خدا و کمک کنندگان دین خدا باشیم. خداوند میگوید: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری دهید، خدا شما را یاری میدهد و قدمهایتان را استوار میکند. پهن کردن کار خیر یکی از سببهای مهم استوار ماندن در دین و خاتمه نیک است. خداوند میگوید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید که برای مردم پدید آورده شد، به کاری پسندیده میفرمایید و از ناپسندیده منع میکنید. این همان خیری است که خداوند امت محمدی را به آن وصف کرده است. پس برادر و خواهر عزیز، بیایید تا پهن کننده خیر و بازدارنده شر باشیم.